سلام كمسك الختام. به نام خداوند بخشنده و مهربان. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درس امروزه درباره حرف هایی می باشد که نوشته می شوند ولی خوانده نمی شوند. در قرآن حرف های وامی خورند که آنها نوشته شده ولی خوانده نمی شوند که آنها به دو گروه تقسیم می شوند. یکم در بالای حرف ها علامت های گذاشته می شود که این اشاره می کند که این حرف خوانده نمی شود. این علامت ها دو خیل می باشند. علامت یکم این به آی خرد مانند است که شما در بالای این حرف ها دیده ایستاده اید. ببینید در بالای حرف واو گذاشته شد، حرف واو خوانده نمی شود. مثال اول اولو. ببینید این علامت هم در بالای حرف واو و هم در بالای الف آمد که ما این دو حرف را نخواندیم. اولو اولو. مثال بعدی اولی. ببینید در اینجا نیز در بالای حرف واو علامت آمد، ما واو را نخواندیم. اگر واو را خوانیم اولی خوانده می شد. اولی. ما واو را نخواندیم. مثال بعدی ساوریکم. ساوریکم. ببینید حرف واو را نخواندیم. مثال بعدی اولائی. اولائی. مثال بعدی اولئک. اولئک. مثال بعدی آمنو. آمنو. ببینید در اینجا در بالای الف آمده است که الف خوانده نمی شود. مثال بعدی آمینو. آمینو. ببینید در اینجا نیز در بالای الف آمده است که الف را ما نخواندیم. مثال بعدی قالو. قالو. مثال بعدی ییأسو. ییأسو. در اینجا نیز در بالای الف آمد و ما الف را نخواندیم. ییأسو. ییأسو. مثال بعدی بأیدی. ببینید در اینجا در بالای حرف یا آمد که ما حرف یا را نخواندیم. بأیدی. مثال دیگر و ملائه. و ملائه. ببینید در اینجا نیز در بالای حرف یا آمد، ما حرف یا را نخواندیم. و مثال آخر افاین. افاین. در اینجا نیز در بالای حرف یا آمد و ما حرف یا را نخواندیم. علامت دوم به آی کلان مانندی دارد که در بالای الف گذاشته می شود. اگر این علامت در بالای الف گذاشته شود، الف در وقت پیوست خواندن خوانده نمی شود. فقط در وقت ایستادن بعد از این الف را خواندن ممکن است. بیایید اکنون یک چند مثال ها را با هم دیده برایم. مثال اول الله سبحانه و تعالی می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم این انا الا نذیر مبین. ببینید در کلمه انا ما الف را نخواندیم، انا خواندیم. اگر ما بعد از کلمه انا توقف کنیم یعنی ایستاییم، در این حالت الف خوانده می شود و در وقت پیوست خواندن الف خوانده نمی شود. این انا الا نذیر مبین. و مثال دیگر استعیذ بالله انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا. ببینید در کلمه سلاسل که در الف آخران این علامت آمده است، ما الف آخران را نخواندیم و اگر بعد از کلمه سلاسل بیستیم در این حالت سلاسل الف خوانده می شود
و در وقت پیوست خواندن الف خوانده نمی شود. سلاسل و اغلال و سعیرا. این بود گروه یکم که به علامت ها دخل داشت و در درس آینده خدا خواسته باشد درباره گروه دوم درس می گذاریم که درباره حرفا می باشد. این بود پایان درس امروزه. وظیفه خانگی این مثال هایی که خواندیم در دفتر کاری خود نوشته بار دیگر آنها را تکرار کنید. در آخر دعا می کنیم که خداوند به شما آسان گرداند تا الفبای عربی را تیزتر از خود کرده به قرآن خوانی شروع کنید و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.